سلام به شما، خیلی خوش اومدید. امروز قراره با هم یه گپ خودمونی بزنیم در مورد یکی از مهمترین و پر استفاده ترین زمانها توی زبان انگلیسی، یعنی گذشته ساده یا همون past simple. میخوام خیلی ساده و راحت یادش بگیریم. آماده اید؟ خیلی خوب، پس بزن بریم. یه لحظه به این سوال فکر کنید. وقتی به فارسی میخواید جواب بدید چی میگید؟ مثلا میگید دیروز دوستم رو دیدم یا غذا پختم. هیچ وقت نمیگید من دیدن یا من پختن، درسته؟ میبینید ما خودمونم توی فارسی فعل رو تغییر میدیم تا در مورد گذشته حرف بزنیم. انگلیسی هم دقیقاً همینه. برای اینکه در مورد گذشته حرف بزنیم فقط کافیه شکل فعل رو یه کوچولو تغییر بدیم. اینم از نقشه راهمون برای امروز. قدم به قدم با هم جلو میریم تا آخر این برنامه شما دیگه کاملا روی این زمان مسلط شده باشید. خب بیایید با اولین و پایه‌ای ترین سوال شروع کنیم. اصلا این زمان گذشته ساده‌ای که میگیم چی هست و کی باید ازش استفاده کنیم؟ ببینید کل داستان همینه. یه کاری که شروع شده و تمام شده. شما از گذشته ساده استفاده میکنید تا یه جورایی یه داستان تعریف کنید. از اینکه دیشب شام چی خوردید گرفته تا اتفاقاتی که صدها سال پیش افتاده. اگه یه کاری در گذشته شروع شده و همونجا تموم شده، جاش دقیقاً همینجاست. بسیار خوب. حالا میرسیم به قسمت راحت و شیرین ماجرا، یعنی قانونی که برای بیشتر فعلا توی انگلیسی کار میکنه. ما به این فعلا میگیم با قاعده یا regular. به همین سادگی. مثلا فعل work که یعنی کار کردن توی گذشته میشه worked، یا فعل play که یعنی بازی کردن میشه played. این قانون اصلی و راهگشای ماست. ساختار یه جمله مثبت خیلی ساده است. اول فاعل میاد، بعدش هم فعل با ایدی. و یه خبر خوبم بهتون بدم، شکل فعل برای همه فاعل‌ها یکیه. یعنی فرقی نمیکنه بگید I worked, she worked یا they worked. دیگه لازم نیست نگران این باشید که فعل برای شخص‌های مختلف عوض بشه. خب تا اینجای کار که همه چی خیلی ساده بود. اما توی انگلیسی یه سری فعلا هستن که یکم سرشیکرن و دوست ندارن از قانون ایدی پیروی کنن. بیایید با این استثناها یا همون فعلهای بیقاعده آشنا بشیم. اینجا تفاوت رو قشنگ میتونید ببینید. سمت چپ فعلهای با قاعده رو داریم که ایدی میگیرن. اما سمت راست فعلهای بیقاعده شکل گذشته کاملا مخصوص به خودشون رو دارن. مثلا go نمیشه good، بلکه میشه went، یا eat میشه ate. اینها قانون خاصی ندارن و باید با تکرار و تمرین به مرور یادشون بگیریم. میدونم شاید الان دارید با خودتون میگید وای من چجوری این همه فعل رو حفظ کنم؟ اصلا نگران نباشید. قول میدم تعداد فعل‌های بیقاعده‌ای که هر روز بهشون احتیاج پیدا میکنید اونقدر هم زیاد نیست. با یکم تمرین، دیدن فیلم و گوش دادن به آهنگ، اینا ناخودآگاه میرن توی ذهنتون. حالا میرسیم به یه بخش فوق‌العاده مهم و کاربردی. چطوری میتونیم جمله‌هایی که تو گذشته هستن رو سوالی یا منفی کنیم؟ اینجا یه دستیار خیلی قوی‌تر به کمکمون میاد. این دوتا کلمه یعنی did و didn't واقعاً حتم آچار فرانسه رو دارن براتون. با استفاده از اینها سوال پرسیدن و منفی کردن توی زمان گذشته به شکل شگفت‌انگیزی آسون میشه. این مهمترین نکته این قسمته، پس خوب بهش دقت کنید. خیلی اولش اینو اشتباه میکنن. یادتون باشه وقتی دید میاد توی جمله خودش بار گذشته بودن رو به دوش میکشه. پس فعل اصلی دیگه نیازی به تغییر نداره و باید به شکل ساده و اولیه خودش برگرده. حالا بیایید با همین جدول رو ببینیم. نگاه کنید، فرقی نمیکنه فعل با قاعده باشه مثل work یا بی قاعده باشه مثل go. قانون برای هر دو یکیه. توی حالت منفی و سوالی چون didn't و did اومدن، فعلای اصلی یعنی work و go به شکل ساده خودشون برگشتن. این الگو همیشه تکرار میشه. بسیار خوب، بریم سراغ یکی از اون اشتباهات خیلی شایع که تقریبا همه زبان آموزا اولش باهاش درگیرن و میخوایم یک بار برای همیشه حلش کنیم. سوال دقیقاً همینه. کی باید بگیم did و کی باید بگیم was یا were؟ خیلی‌ها اینا رو به هم قاطی میکنن، اما قول میدم فرقشون خیلی ساده و مشخصه. بیاید ببینیم چیه. قانون طلایی اینه: اگه دارید در مورد یه کار، یه اکشن یا یه فعالیت حرف میزنید، مثل بازی کردن، غذا خوردن یا رفتن، از دید استفاده میکنید. اما اگه دارید در مورد یه وضعیت، یه حالت یا یه احساس صحبت میکنید، مثلا خسته بودن، خوشحال بودن یا مریض بودن، اون موقع باید از was یا were استفاده کنید. در واقع was و were گذشته فعل‌های to be
یعنی ام و ایز و آر هستن و برای سوالی و منفی شدن به کمک دید احتیاجی ندارن. عالی بود. ما تمام نکته‌های اصلی رو با هم مرور کردیم. حالا وقتشه یه جمع‌بندی سریع بکنیم و ببینیم چطور میتونیم این چیزایی که یاد گرفتیم رو در عمل به کار ببریم. این 5 تا نکته خلاصه تمام چیزیه که برای شروع لازم دارید. اینا رو به خاطر بسپارید و میبینید که چقدر راحت میتونید در مورد گذشته صحبت کنید. یادتون باشه قانون اصلی همون اضافه کردن ایدی هست و برای منفی یا سوالی کردن دید همیشه به کمکمون میاد. ببینید یادگیری گرامر فقط و فقط با تمرین توی ذهن میشینه. این روش‌های خیلی ساده و کاربردی به شما کمک میکنه تا زمان گذشته ساده بشه بخشی از صحبت کردن طبیعی شما. باور کنید حتی نوشتن فقط یک جمله در روز هم میتونه تأثیر فوق‌العاده‌ای داشته باشه. و در آخر یادتون باشه که یادگیری زبان مثل یه سفره، نه یه مسابقه سرعت. هر قدمی که برمی‌دارید شما رو به هدفتون نزدیکتر میکنه. از اشتباه کردن اصلاً نترسید. حالا که با ابزارهای زمان گذشته آشنا شدید، اولین داستانی که از دیروزتون تعریف میکنید چیه؟ از این سفر یادگیری لذت ببرید. موفق باشید.